یک برادر مسلمان وفات کرده بود و او یک دوست داشت. دوستش نامسلمان بود. وقتی که در جنازه میاد وی هم در جنازه اشتراک میکنه، همون یگان ثواب یا که گناه میگیره یا که چه خیلی استاد؟ دوستش یعنی در چی دین بود؟ نصرانی بود مقصد. الله تعالی گفت که ولا تقم على قبره ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. نماز جنازه نخوان بر آنهایی که مسلمان نیستند. ولا تصلي على احد منهم، و تمام به آنهایی که غیر مسلمانی از دنیا میگذرند بر آنها جنازه نخوان. ولا تقم على قبره آمده درباره قبرش راست نیست. یعنی اونا که با عادت نصرانیت دفن میکنند، مسلمان باید اشتراک نکنه در مراسم دفن. اما به خانهش آمده تعزیه گفتن ممکن است. مثال به نزد پدر و مادرش میرود و میگوید که خیر فرزند شما از دنیا گذشت، من به شما همدردی اظهار بیان میکنم. مثلا گوید هیچ گپی نداره. یا همین یک آمده دل برداری کنه خیر این دنیا همین خیلی است، انسان تولد میشه با وفات میکند، همه از این دنیا وفات میکنیم، به نزد الله تعالی برمیگردیم. مثلا آمده همین خیلی سخنها را گفته کمتر دل برداری کند، اجازت از این نامش تعزیه میگوید. این حق خویشاوندان میت است. اما حق میت جنازه هست که او جنازه به غیر مسلمان خوانده نمیشه. با اون نه دعا میکنید، چون که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، برای پیغمبر و برای آنهایی که ایمان آورده اجازه نیست که در حق مشرک دعا کنند، استغفار پرسند. در حق آن آدمی که بیدین از دنیا گذشته است نه دعا کرده میتونید، نه جنازه خونده میتونید، نه در قبرش رفته میتونید، نه به زیارت قبرش رفته میتونید. فقط همین که خویشاوندانش تعزیه گفتن ممکن است. الله تعالی اعلم.